هر بار در مسجد الحرام مکه صدای اشهد ان محمد رسول الله به آسمان تنین می انداخت، گریه گلاگیرم می شد. به خود می گفتم آخر همگی 1400 و چند سال قبل نام این شخص را در اینجا به زبان آوردن جنایت بود. با این شخص نشستن و هم فکر بودن خلاف قانون بود. انا در همین صحن مسجد که نشستم، ایشان و پیروانش را بارها لطوکوب و شکنجه نموده بودند. در همین صحن نزدیک مقام ابراهیم هنگام در سجده بودنشان بالای سر ایشان شکمبه شتر را گذاشته بودند. گویا فاطمه دختری خرده‌شان را می‌بینم که گریه کنان به سوی پدر آمده کمک می‌کند تا پشت ایشان را سبک نماید. آخر در اینجا نه تنها اذان بلند و طنین انداز بلکه قرآن خواندن جنایت بود. ابن مسعود رضی الله عنه را برای با صدای بلند سوره یاسین خواندنش چنان زده بودند که لب و دهانش را خونشار کرده بودند. کجا رسد به این اذانی که آسمان مکه را تکان داده ایستاده است؟ انا در صحن همین مسجد گلوی مبارک ایشان را خفه کرده ایشان را کشتنی شده بودند. دارالندوه تجمعگاه مشرکان که نزدیک کعبه قرار داشت و چون لانه مکر و دسیسه ها بود و شب و روز در آنجا علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او نقشه ها کشیده می شد، حالا اثری از آن نیست. وقتا مؤذن صدا می زد اشهد ان محمد رسول الله، پیش نظرم عاص بن وائل می آمد که آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای پسر نداشتنشان ابتر، یعنی دنبریده و انسانی که پس از مرگش کسی از او یاد نمی کند نام برده بود. با خود می گفتم کجای ای عاص ابتر تا نام پیامبر صلی الله علیه و سلم را به این صدای آسمانی بشنوی؟ کجاستی تا بگویم تو خود ابتر بوده ای عاص بن وائل و ای هم مسلکان او؟ امروز صدها میلیون انسان نام مبارک او را همه روزه نکم از 15 بار در نمازها به زبان می آورند. بعضی آنان از شوق و محبت نسبتش اشک می ریزند که به دیدارش مشرف نشدند. اهل مکه در حق ایشان آنقدر جور و ستم ها روا دیده بودند که ناگفتنی، ولی در نهایت پس از هجرت 8 ساله از وطن، چون ایشان با لشکر و سلاح وارد مکه شدند و آن همه جنایتکارانی که سالها قبل در صحن انا همین مسجد آزار و اذیت می نمودند با سر خم جمع شده آمده بودند. شاید همه آن جنایات پیش نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم چرخ می زد. شاید آن لحظه پیامبر صلی الله علیه و سلم دفتر خاطرات خود را صفحه زده روزگار سخت گذشته را پیش چشم می آوردند. دوستان گرامی، اگر فاتح بر شهر در چنین حال با چنین آدمان درآید و لشکر سرسپرده در زیر اطاعتش باشد، چی رفتار می کند؟ نیاز به جواب نیست، چون تاریخ کشور کشایان جهان به این سؤال جواب داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از بلندی به آنان خطاب کرده گفتند به فکر شما من به شما چی خواهم کرد؟ همگی صدا بلند کردند انسان خوب هستی، فرزند شخصان خوب هستی، جز عفو و گذشت امید نداره. در چنین حالت پیامبران از سرلشکران دنیا فرق میکنند. اصیل زاده از اصل و نسب خود درک میدهد. اینجا در این صحنه آیت و ما تو را تنها به حیث رحمت بر عالمیان فرستاده ایم تصدیق خود را یافت. به آنان خطاب کرده گفت روید، همه شما آزاد هستید. چی بزرگیه، چی مردانگیه، چی متانت و بردباریه. نکته دیگر این که هیچ یک صحابیه که آنان نیز از اهل مکه جور و ظلم کم ندیده بودند به این عفو عام اعتراض نکرد. چرا اعتراض کنند آنان که شاگردان معلم مشفقند؟ رحمت و شفقت را آنان نیز آموختند. در وصف او چی هم میتوان گفت بجز اینکه این آیت مبارک را باید تکرار کرد و اینک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بیشک تو دارای اخلاق والا هستی.